این حیات دریجه بوده است و ما گشتیم کوه به کوه از پسی چارپا. این زیب و زینت شهر بینن. نه اوه این گل و گلزاره بینن. این باغ و بوستان بینن. نه واه این بیناهای با حشمت اکی میلیسان بوده. ناظر منطقوی لیتنان ملیکوف. نظارتچی راما سرچوپان یاروف. شما با این سر و لباس در این مرکز شهر راما نچرانده ایستاده باشید باز؟ نه رفیق گنرال. لیتنانت. میبخشید رفیق لیتنانت. همین یک دخترک از پایان من از بالا الو میکنیم. هوای به همینجا به ملاقات دعوت کرد و آمدم. خوش آمدید. سلامت باشید. نغز کرداد اومدید. سلامت باشید. من همین مثل شما ملاقات میکرده گویا در همینجا پیشواز بگیرم. رحمت. روچکه داره؟ نه من تیاق دارم مرحمت. یک جریمه کنم چی خیلی ها؟ جریمه؟ جریمه برای چی؟ برای اون که من فعل شما بر این عاشقهای نغز میدونم. ملاقات گفتم میآید و این مایسه های پایمال میکنید. انا اون گل‌های چیده با یکدیگرتون تقدیم میکنید. باز وقتی که پژمرده شد گرفته در روی راه پرتافته برآمده میروید. انصاف گفتم شما فکر میکنید که ما از همون کوه فرا آمدیم و مدنیت شهرگردی را نمیدونیم؟ ما میدونیم که این شهر عشق شدگی به هر برگ گلش محبت داریم. محبت انا برای آن که طبیعت خراب نشود به عروس شونده گل دسته نیو. انا این کورته را هدیه میکنم. کورته گلدار میپوشه و گل باری میشکوفه. انا گداگ داد. اکو اوروسا میگن که کگده دوای تریتین لیشنیه. شما هم یکان وقت طرفای ما مهمان شده آید پیشتان گلماهی کپک سعی چیکار کرده نغز کک مهمانداری میکنم. همین حاضر التماس با مخلل نرسونی. چی شکار میکنم؟ گلماهی کپک. من شما رو برای این گناه عظیم هیچ گاه نمیگذارم میخین. جریمه شما میدونید که چیزای شکار میکرده اتون با کتاب سرخ جایگیر. عموما شکارشون من. نامناسبتون چی بود؟ سراسته من نشوید. نامناسب. سراسته من نشوید. بیاید من به شما یک نصیحتی خوب تیم. هم به شما رزولتات میشود و هم آبرویتون بلند. همین بعضی ماشین‌های افلاسی که وارد شهر میشوند باز دود میکنند. انا آنها رو جریمه کنید. هم آبرو میگیرید و هم در کوه گشتگی آدم نمیدانی که در شهر ماشین ها حاضر همه نپناو گیبریت لازم شود تا انمون سری قوشتانه ترله بسکتی میرویم بسیم. الو من در بین باغ یاروف یک و هفتاد وزنم 49 کیلوگرم. در دستم یک تیاق. تسر بیا مرمه صدقشه. اندازه چی بود من نفهمیدم؟ قدم. السلام هوای توی نغز منم هوای چخیل نغز درست؟ کدام وقتی که زنگ زنن خدم فلان و وزنم فلان میگیرم. قریب 1 متر و 1 ترازو می آوردم. مرده شما میگفتید که من معلومات عالی دارم کو؟ بله درست گفتم. من دانشکده صنعت شعبه اختیاری ختم کردم عزیزم. ختم کردم گفته؟ دانشکده صنعت. دانشکده که ختم کرده باشید برای چی باید 10 مرده شده کار میکنید؟ نه پیشتر من هم در تئاتر کار میکردم. دیدم که ذوق مردم نسبت به غذای معنوی به غذای معدگی زیاد است. 10 مرده شدم. خیلی به سفر هنری که نروی به گسترول نبروی به تئاتر تماشا نآیند 10 مردگی خوب نیست. ای همه چولی ملیک شهری توز و قبادیان ویز ده سر میکنم تا شوراتله و برومه و سیومه خونه که شد
باز چپسر لیکن درست میگویی در همین مسئله تئاتر عموما توجه رفیق مردم- گنرال لیتنانت ای شما برای من گنرال ده گنرال مونت به ما خلال نرسونید مونت با عروس شونده یک با او کنجا که باق رفته فیشمون کنیم التماس به ما خلال نرسونید گوش کن انا من به یک توفه نوروزی آوردم مرامت زیبا کنی وار شما اینقدر ذوقی بالا داشتید البته رحمت اکای میلیسا کرتا با من زیبید نه ها؟ شما با این که زیاد علو میکردید ها مدتی دراز شد پیش دروید رفتیم با کجا؟ راستیگه من بسیار میخواستم شما یک جریمه کنم که نه حاضر به شعبه عقد نکاح میروید عید نوروز یک توی تماشا کردیم روست؟ رفتیم رفتیم برچه مستی من بیا نوروز
نوروز جهانی لیوای پرجلای زندگانی چین روی زی فیض مقدم تو جهان پیر میابد جوانی. هموطنان عزیز، باری دیگر شما را به جشن نوروز عالم‌افروز تبریک و تهنیت گفته برایتان تمام خوشی‌های روزگار را تمنا می‌کنیم. بگذار که ملت تاجیک همیشه آسمانی صاف داشته باشد و آفتابی درخشان و باری دیگر یکایک شما مهمانان عالی قدر را و بزمگاه نوروزی خیر مقدم میگیم. نوروزتان مبارک باشد. شما مبارک باشد.